با سلام، من دکتر شیرین بهروزی‌فر، متخصص پوست و زیبایی در کلینیک AIC هستم. امروز در خدمت دو تا از همکاران آقای دکتر وحدانی و آقای دکتر غلامی هستیم و تصمیم گرفتیم در مورد Next Generation Medicine در واقع کمی صحبت کنیم. آقای دکتر وحدانی، من مطلع شدم که در ماه اپریل سال 2025 در هتل آتلانتیس در واقع یه مستر کلاسی درباره Next Generation Medicine با همکاری کلینیک AIC برگزار شد که متاسفانه من حضور نداشتم و خب خیلی علاقه دارم بدونم چه اتفاقاتی افتاد و کمی ما رو مطلع کنید. خیلی ممنون. اتفاقا منم فکر کنم که چون این روزها Next Generation Medicine بحث روز هست و خیلی موضوع خوبی رو مطرح کردیم که خانم که در مورد اون صحبت کوتاهی داشته باشیم، در واقع به خاطر آشنایی با حوزه‌ای رو که در بر میگیره. Next Generation Medicine عنوانی هستش که در واقع از حدود 1 سال قبل توسط هاروارد استفاده میشه، دانشگاه هاروارد، اون بخش توسعه علوم جدیدشون در زمینه پزشکی عنوانی رو ایجاد کردن، عنوان Next Generation Medicine، که این در برگیرنده اون دیدگاه جدیدی است که در طب امروزه به سرعت داره گسترش پیدا میکنه و بسیاری از درمانها و بسیاری از پیشرفت‌های پزشکی رو در بر میگیره. در واقع توجه اصلیش به روش‌های مثل پرسیژن مدیسن هست و یا پرسونالایزد مدیسن که اعتقاد بر این است که درمان باید هر فرد باید به صورت فردی خاص اون فرد انجام شه و این با انجام آزمایش‌های تشخیصی دقیق، چه از لحاظ ژنتیکی، چه از لحاظ متابولیک، چه از لحاظ نوع ویژگی‌های جسمی اون فرد ممکنه که متغیر باشه و یه حوزه بسیار گسترده‌ای هست. در قالب این Next Generation Medicine ما امروزه اون بخش‌های اصلی که قرار میگیرن، یکیش ریجنریتیو مدیسن هست یا طب در واقع نوتوانی یا بازسازی. بعد ریجوونیتیو مدیسن هست که اون هم معنی طب جوانسازی و حوزه دیگهش لانژویتی یا لانژویتی مدیسن یا طب مربوط به افزایش طول عمر هستش. این سه حوزه مرتبط با هم هستن. اینجوری نیست که ما بتونیم اینا رو تفکیک کنیم بگیم سه تا قسمت کاملا مجزا، خیلی تداخل با هم دارن، ولی هر کدومشون از لحاظ رویکرد و اهدافی که در اون برای درمان وجود داره و استفاده میشه متفاوت هستن. منتها ویژگی همه اینها این هستش که بر اساس استفاده از ویژگی ها و توانایی خود فرد و از نظر بیولوژی از امکانات در واقع درمانی بیولوژیک مثل پپتیدها، مثل استمسل یا محصولات استمسل استفاده بشه برای درمان و یا برای افزایش کیفیت زندگی و بهبود در واقع حیات یا کیفیت زندگی هر فرد. خب هر کدوم از این شاخه‌ها بسیار گسترده. خود شما حتما در زمینه پوست این رو باهاش مواجه هستین. آقای دکتر غلامی هم که سالها در زمینه در واقع ریجنریتیو مدیسن بیشتر فعال بودن و حالا روش‌های مختلفی که استفاده میکنن. من فکر کنم آقای دکتر شما در مورد ریجنریتیو مدیسن بتونید یه مقدار بیشتر برامون توضیح بدین. ممنونم آقای دکتر. خب بسیار جالب و خوب تعریف کردین، چون بسیار از همکارای ما بعضی وقت این ستاره یه چیز میدونن. منم معتقدم که هرچند اوورلپ بسیار یعنی همپوشانی زیادی بین این سه تا حوزه هست، اما و در ضمن ممکنه تکنیک‌های مشترکی هم داشته باشن، مثلا تزریق استم سل و فرآورده‌هاشون تو هر سه تاش باشه، اما به قول آقای دکتر اهدافی که هر حوزه پی میگیره بسیار متفاوته. در حوزه دژنراتیو که فرمودین، ببین آقای دکتر همچون که مستحضر هستین، یه سلول وقتی به وجود میاد باید جنره بشه به قول ما، یعنی باید این سلول بالغ بشه تا بتونه فانکشن و عمل کرده خودش رو انجام بده. خب این فرآیند وقتی انجام میشه بعضی وقتا یا زودتر به اون بلوغ میرسه و میره مرحله به اصطلاح دژنره میشه و از بین میره، و یا اینکه در اثر عوامل محیطی، ارثی، ژنتیک، بیماری‌های مختلف باعث میشه که این سلول‌ها زودتر از اون چیزی که از بین برن و عملکرد خودشون از دست بدن. اون تکنیک‌هایی که ما به کار میبریم تا بتونیم رژنره کنیم این سلول یا اون باف یا اون اندام‌ها بهش میگن رژنراتیو مدیسین.
خب تو این حوزه ما از خیلی چیزا کمک میگیریم، از که الان چیزی که باب هست و خیلی رایج هست استم سل و فرآورده های اون مانند اگزوزوم، اکسترکت و بقیه چیزها و از پپتاید ها، از خیلی چیزا میتونیم تو این زمینه کمک بگیریم. و دوست دارم که خانم دکتر یه مقدار در زمینه اون جوانسازی اشاره بکنن و ببینیم که چه مشترکاتی با این حوزه دژنراتیو ما داره. بسیار عالی. همونطور که خودتون هم فرمودید خیلی اورلپ زیادی در واقع بین اون بخش جوانسازی که حالا شاید خیلی بیشتر به فیلد من مرتبط باشه و رژنراتیو مدیسن وجود داره. یعنی ما الان این روزها بیشتر داریم میریم به سمت اینکه جوانسازی رو از طریق رژنراتیو مدیسن انجام بدیم، یعنی اینکه بیایم خود بدن رو وادار کنیم که بره تو فاز جوانسازی. بالفرض افراد حالا بعد از سن 30-35 سالگی کلاژن پوستشون و الاستین پوستشون در واقع کاهش پیدا میکنه و ما میایم با روش‌هایی مثل PRP، مثل بایو استیمولیتورها در واقع فایبروبلاست ها رو فعال میکنیم که خود بدن بیاد حالا اون کلاژن و اون الاستین رو در واقع بسازه و این استفاده میشه توی جوانسازی یا توی فیلدهای حتی زیبایی با لیزرها، با در واقع همونطور که خودتون فرمودین با استم سل ها، اگزوزوم ها و خیلی فکر میکنم یه فیلد خیلی جدید و خیلی پرطرفدار هست در مقایسه با اون روش های قدیمی که در واقع برای تک تک افراد شاید یه نسخه یکسان نوشته میشد و شاید تو فیلد زیبایی باعث میشد که افراد خیلی شبیه به هم بشن و فکر میکنم که خیلی در واقع این فیلد طرفدارای خودش رو پیدا کنه و آینده پزشکی در واقع بیشتر داره میره به این سمت. حالا تو اجازه بدین در مورد دژنراتیو من یه مثالی بزنم، خواهم شما و خانم دکتر چقدر تایید میکنید. ببینید ما فرض کنید که میخوایم یه چیزی بسازیم، یه بنایی بسازیم، حالا توی بدن یه بافتی یه عضو ساخته بشه، احتیاج به سلول داریم، احتیاج به که من اسمشو میذارم مساله، مثلا ساختمانی که آجر بخواد، سیمان بخواد، آهن بخواد و چیزهای مختلف بخواد. غیر از این احتیاج به کارگر داریم، کننده داریم که توی بدن ما این کارگرها میشن سلول ها. قطعا وقتی که صحبت از این آسیب بافت ها و سلول ها میشه، این سلول ها کم توانن، ضعیف هستن و اون انرژی لازم که حالا انرژی لازم توی دنیای بیرون میشه پول، دلار و یورو، این صحبت ها توی بدن هم میشه ATP و اون ند که میان کمک میکنن به سلول ها که بتونن بازسازی بکنن. ما در واقع در مورد دژنراتیو مدیسین میایم هم تو قسمت فانکشنال مدیسینمون اون املاح، اون الکترولیت ها و اون مواد لازمه در اختیار سلول و بافت میذاریم، هم انرژی لازمه به سلول ها میرسونیم، یعنی در واقع میام کارگرهای ساختمان ما فعال سازی میکنیم یا اون دلار و اون ارزی که باید به دست سلول ها برسه در اختیارشون میذاریم. و با توجه به اینکه این کارگرها سابقه‌ای دارند از لحاظ ژنتیکی، از لحاظ DNA که میتونن کار خودشون رو انجام بدن، میرن به سمت تولید اون بافت و برطرف کردن اون عارضه‌ای که هست. نمیدونم چقدر با این تعریف ما قبول دارین، موافق هستین یا نه؟ اصلا که خب این به نظرم یه تعبیر خیلی مقایسه خوبیه، نه ولی خب خیلی در بدن انسان خب خیلی مسائل پیچیده‌تر و بسیار کامپلکس‌تر، یعنی خیلی با جزئیات بسیار بیشتری اتفاق میفته و اون دقیقاً چیزی که امروز با پیشرفت تکنولوژی و علم ما تونستیم این اطلاعات پیدا کنیم و به خاطر همین است که این طب ریجنراتیو یا ریجوونیشن داره توسعه و گسترش بیشتری پیدا میکنه. حالا نکته‌ای که من می‌خواستم سوال کنم، خانم دکتر مورد لیزرها هم گفتن. خب ما لیزرها در پوست به اشکال مختلف استفاده می‌شده قدیم، الان چه کاربردهایی رو پیدا کردن و میدونم که ما در طب رژنراتیو به خصوص لیزرهای کم توان رو هم بسیار به کار میگیریم که حالا تحت عنوان PBM یا فوتو بایومودولیشن. اون تفاوتش با لیزرهایی که تو پوست استفاده میشه به خصوص کاربرد اونها که اینا رو اگر توضیح فرماییم در خدمتتون هستم. بله، ما در واقع برای جوانسازی لیزرهایی که در پوست استفاده میکنیم، یعنی همیشه
از قدیم بوده، لیزرهایی هستن که میان این آب میان بافتی رو در واقع تبخیر میکنن و باعث میشن که پوست برای ترمیم خودش در واقع بیاد دوباره بازسازی انجام بده. حالا تفاوت این لیزرها با در واقع لیزرهای کم توان یا فوتو استیمولیشن اینه که خب این فوتو استیمولیشن میاد یه حرارتی رو ایجاد میکنه بدون اینکه به سطح پوست در واقع آسیب برسونه و در واقع باعث میشه برای افرادی که حالا مثلا مجبورن برن سر کار، نمیتونن در واقع تو خونه بمونن یا اون ترمیم سطح پوستشون انجام بگیره، در واقع برتریش این هست که میشه بگیم کمتر اگریسیو، کمتر اینویزیو هست و میتونه بله و میتونه در واقع جوانسازی رو با اون داون تایم کمتر به بیمارانمون بده. حالا در مورد پی بی ام بله، من چیزی که میتونم اضافه کنم در پی بی ام چیزی که میتونم اضافه کنم آقای دکتر، این قسمته که اسم لیزر که میاد بسیاری از بیماران و بسیاری از مردم میرن به سمت بریدن و سوزوندن و حرارت، حالا متاسفانه و اصلا لیزر رو مردم دو جور میشناسن، یا میگن باش جراحی میکنن مثل تیغ جراحی، یا برای هیر ریموال این صحبت ها و زیبایی بکنن. در صورتی که داستان لو لول لیزر تراپی یا فوتو بایومدولیشن واقعا کاملا متفاوته. یعنی ما بین محدوده 400 تا تقریبا 800 آنگستروم یا نانومتر که طول موج مرئی باشه اومدیم و اینا رو به صورت مونوکرومیک در آوردن و به همین علت بهش میگن لیزر، چون ما از یک فرکانس خاص استفاده میکنیم. لذا از طیف مرئی ماورای بنفش حدود 300 400 داریم تا برسه به قرمز و مادون قرمز که مثلا 600 700 800 نانومتر هستن. خب این طیف هر کدومش یه کار خاصی انجام میده. داستانی که هست حالا اصل کارش اینجوری براتون بگم که میتوکندری که یکی از اجزای مهم سلول ها هست و اون چرخه تنفسی که 5 تا کمپلکس هست، این نورها میان و در قسمت‌های مختلف تو اون زنجیره تنفسی کمک میکنن. ماحصلش میشه ATP همون ارزیه که اشاره کردم که توی بدن لازمه و تولید میشه. به اضافه اینکه خواص افزایش جریان خون محیطی با نور قرمز از قدیم بوده، الان هم هست. افزایش درناژ لنفاوی با فوتو بایومدولیشن هست. افزایش خاصیت ضد درد و بهبود زخمش که سالیان سال فوتو بایومدولیشن داره روش کار میکنه. و در ضمن جداره که اینجا از فوتو داینامیک تراپی هم صحبتی بکنیم که میان یک موادی یا قبل از اینکه لیزر رو به کار ببرن بله فوتوسنتزر میزنن و طول موج خاصی رو وارد میکنن، مثلا برای درمان اکنه و ازش اونم استفاده میکنن و به همین دلیل کار با فوتو بایومدولیشن یا پی بی ام نه درد داره نه سوزش داره، اصلا بیمار هیچی متوجه نمیشه. البته در محدوده آی آر اگه نقطه‌ای باشه شاید یه سوزشی برای بیمار متوجه بشه و واقعا یه پدیده بازسازیه آقای دکتر. یعنی که به همین دلیل هم احتیاج هست که شاید بین 8 تا 12 جلسه برای یک درد فرض کنید لو بک پین یا برای یک بورسیت ملازم باشه حتما فوتو بایومدولیشن کنیم. اما حسنش اینه که خاصیت ترمیمی و بازسازی داره. خب مثلا فقط با اون لیزرهای پرتوان ما میام سی فایبرها رو مهار میکنیم، یه خاصیت تسکینی داره و مریض دردش رها میشه. خب خیلی جا ممکنه خوب باشه مثلا برای بازیکن‌های حرفه‌ای، اما برای مثلا استئوآرتریت دردهای ناشی از اون قطعاً پی بی ام خیلی بسیار کمک کننده خواهد بود. بس من اینجوری که متوجه میشم در واقع پی بی ام فوتو بایومدولیشن استفاده از طیف‌های مختلف رنگ نور طبیعی هست. منتها هر کدوم از این رنگ‌ها اثرات متفاوتی رو ممکنه در عملکرد سلول یا روی اعصاب محیطی و یا روی سلول‌های مختلفی که در گردش خون یا جریان خون یا لنفاوی هستن داشته باشه. بنابراین میشه در واقع با تنظیم کردن یه برنامه درمانی از چه رنگی در کجا استفاده کنیم نتایج متفاوت رو بتونیم به دست مثلا من یاد این افتادم که در حوزه شما ببخشید میونه صحبتتون در حوزه شما طیف نور زرد
تو فوتوبایومدولیشن بسیار کمک کننده برای بیماران آلزایمری، پارکینسون یا بیمارانی که اختلال شناختی دارند بسیار به کار میره. اصلا به اصطلاح کلاه مخصوص برای این کار ساختن و با تعداد جلساتی بین 8 تا 12 جلسه نتایج خیلی خوبی هم میگیرن. تایید صحبت حرف شما. بله. خب فکر میکنین حالا تو این بین اگزوزوم چه نقشی داره؟ میتونین خواهم راجع به اگزوزوم یه توضیح، اصلا اگزوزوم چی هست و بعد چه نقشی داره، چطور امروز خیلی مطرح میشه؟ بله، امروز خیلی اسم اگزوزوم رو میشنویم، حالا توی تمام فیلدها، حالا از فیلد درماتولوژی گرفته تا بقیه رشته ها که فکر می‌کنم آقای دکتر و شما بهتر بتونید توضیح بدید. اگزوزوم در واقع یک وزیکل های نانو وزیکل های خیلی کوچیک سلولی هستن که در واقع تو بدن ما وظیفهشون انتقال پیام بین سلول هاست. حالا در واقع دانشمندان اومدن سعی کردن که این اگزوزوم ها رو از در واقع سورس هایی مثل بند ناف جدا کنن و بتونن در واقع به عنوان یک عاملی که وارد کنن تو اون نواحی که نیاز دارن که کمک کنن در واقع این سلول ها بتونن همون قضیه رجنراتیو مدیسن در واقع بتونن اینا رو تحریک کنن. حالا تو فیلد ما بیشتر در زمینه ریزش مو در واقع اگزوزوم الان کاربرد داره. در مورد درمان اسکارها، زخمها نتایج خیلی خوبی ما داشتیم و دیده شده. البته هنوز اگزوزوم ها تو خیلی جاها هنوز تحت بررسی و در واقع مراحل کلینیکال ترایال داره براشون انجام میشه. در عین حال خیلی از پزشکا دارن استفاده میکنن و واقعا نتایج خیلی خوبی تو فیلد چه زیبایی و جوانسازی و چه درمانی ما ازشون گرفتیم. شما تجربه‌ای داشتین؟ بله، اتفاقا آقای دکتر میخواستم خدمتتون بگم که یکی از کارهایی که تو حوزه دژنراتیو مدیسن انجام میشه ترکیب این روش ها با همه. مثلا فوتوبایومدولیشن ما بیام با اگزوزوم مخلوط کنیم، ترکیب کنیم. تجربه‌ای که داشتیم اخیراً، یک بیماری من داشتم، یه خانم میان سالی بود که بورسیت تروکانتر داشت واضحاً. 2-3 بار رفته بود این ور اون ور، تزریقات مختلف کورتیکواستروئید انجام شده بود ولی اصلا جواب نگرفته بود و تو راه رفتن، نشستن، بلند شدن، خب خیلی اذیت شد. کفش مخصوص باید میپوشید. بعد این مریض ها من باهاش صحبت کردم. خب یه کمیسیون اولیه پزشکی براش گرفتیم، اساتیدی که بودن کمک کردن، یه پروتکلی براش بستیم که ترکیب درمان فوتوبایومدولیشن، اگزوزوم و ارتوکین، که ارتوکین همون پی آر پیه که با مواد مخصوص یه مدتی پلاسما رو نگه می‌داریم بعد جدا می‌کنیم، خون نگه می‌داریم بعد جدا می‌کنیم. بعد قرار شد که 2 تا 3 جلسه این پروتکل انجام بدیم و براشون تزریق بکنیم. خب اومدن فوتوبایومدولیشن انجام دادیم، خون رو جدا کردیم، ارتوکین رو گرفتیم و بهشون تزریق کردیم. گفتیم که برین در ماه بعد بیاین تا تزریق دوم بزنیم. بعد هفته سوم زنگ زدن، تماس گرفتن که نه آقای دکتر من نمیام، من خوب شدم، دستم نزنید. گفتیم که آخه تجربه تریال ما اینجور نمیگه، شما عود میکنه. گفت هر وقت خود کرد میام. بعد جالب این که یه سمیناری مشترکی بود که من رفتم دیدم که خب با کفش پاشنه بلند پوشیده و اومده. گفتم مگه قرار نبود که رعایت کنین؟ گفت نه فعلا که خوبم. یعنی میخوام بگم واقعا که شما گفتین تجربه هایی هست، بعضی وقتا آدم اثرات شگفت انگیزی از این ترکیب درمان اگزوزوم، ارتوکین، پی بی ام، قطعاً مثل همه جای آقای دکتر مریض باید خوب شناخته بشه، عللی که شاید علل دیگه ای باشه کنار گذاشته بشه و اگه درست و تشخیص درست باشه و دقیقاً همون روشه که پروتکل علمی بسته میشه انجام بشه، معمولا بیمار ما خیلی خوب نتیجه میگیرن. مثلا آقای دکتر تو استئوآرتریت هم که قبلا هیالورونیک اسید تنها میزدن، استروئید میزدن، الان خب خیلی دیگه تابلوهاش هم سراسر شهر میبینید که میگن درمان آرتروز به کمک استم سلز مثلا یا سلول بنیادی. خب ترکیب همین اگزوزوم و پی آر پی و ارتوکین رو با توجه به شرایط مریض انتخاب میکنن و میزنن و نتایج خیلی خوبی گرفتن. نکته‌ای که من خیلی مهمه حالا در واقع به کارگیری روش‌های درمانی، این خیلی مهمه که ما اساسا یه اصل خیلی مهم، همونجوری که شما اشاره کردین تو طب هست، کلاً
هر زمانی که میخوایم درمانی رو برای فردی شروع کنیم یا پلن برنامه درمان داشته باشیم، باید تمام جنبه‌های مختلف رو در نظر بگیریم. تشخیص درست بسیار مهمه، قدم اول، و بعد درمان هر فرد باید بر اساس اون مشکل خاص اون فرد و بعد بر اساس شرط اون فرد پیش بینی بشه، طراحی بشه. و این چیزی هستش که در پرسیژن مدیسن در واقع امروزه داره رو اون تاکید میشه و روش‌های جدید، استفاده از بایومارکرهای جدید، تست‌های تشخیصی جدید، تست‌های ژنتیکی جدیدی که دائما داره روز به روز به طرز گسترده‌تری در اختیار قرار میگیره استفاده شما بتونید بهترین کار و بهترین درمان رو انجام بدید. خلاصش اینه که میخوام بگم که استفاده از درمان‌های مثل اگزوزوم، PRP یا روش‌های مشابه پپتیدها که الان حالا گاهن ما در بعضی از تبلیغات می‌بینیم، یا استفاده از فوتوبای مودولیشن یا لیزر در درمان‌ها، چه ریجنراتیو ریجنراتیو مدیسن، اینا واسه بر اساس یک پلن مشخص طراحی علمی انجام بشه. و اونطور نیست که مثلا بریم داروخانه بگیم که یه دونه قرص آستامینوفن سردرد دارم، داروخانه یه قرص آستامینوفن سردرد رو بخوریم خوب شه. اینجوری نیست که برای هر سردردی ما یه آستامینوفن بخوریم بتونیم یه دونه اگزوزوم هم حالا بزنیم که خوب بشه، یا مثلا هر شونه دردی هم مثلا PRP و نمیدونم PBM هم فوتومای مودولیشن هم انجام بدیم. در واقع هر کدوم از اینا به طور انفرادی باید طراحی بشه. اون موقع است که میتونیم نتیجه خوبی رو بگیریم داشته باشیم، وگرنه نتیجه یعنی این خیلی حساسه. اینجور نیست که مثل یه دارویی باشه که بخوایم به صورت روزمره استفادهش کنیم. یکی تاکید کردین آقای دکتر، نکته جالبی بود که کاری که الان ما داریم انجام میدیم تو کلینیک و واقعا هم همینجور است. عملا ما قبل از اینکه برای مریض هر اقدام درمانی مخصوصا انجام بدیم که چون جدیده اینا، یک کمیسیون پزشکی برای بیمار میذاریم. این کمیسیون پزشکی شامل متخصص‌های مختلفی است که تو حرفه‌های خودشون خیلی شاخص هستن. ماحصل اون کمیته است که ما میگیم که چند جلسه، چه تعداد و به چه میزان، چه نوع اگزوزوم و نوع چه درمان خاصی برای این بیمار به درد میخوره. و این شاید این نکته است که خیلی توی مریضایی که ما انتخاب میکنیم نتیجه بهتری هم میگیرن. به قول شما هم اینجور نیست که خود مریض شخصا بخواد اقدام بکنه، قرص سرماخوردگی نیست داروخونه درخواست بکنه، هم تو هر جایی نمیشه اینا رو انجام داد و کار یک نفر هم واقعا آقای دکتر نیست. یه تیم میخواد واقعا این کار خیلی سخت. هم نوع جدید، بسیاری از دانسته ها، بسیاری از مطالعاتی که شده هنوز در حال تحقیق و کاری بسیار سختیه، اما خب با کمک یه تیم خیلی قوی این کار انجام پذیر هست. خوشبختانه تو که ما کار داره انجام میشه. بله بسیار عالی. و حالا اون چیزی که من فکر کنم بتونیم به عنوان یه جمع‌بندی کلی بخوایم بگیم اینه که در واقع با Next Generation Medicine درمان داره از یه درمان الگوریتمی پیش میره به درمانی که در واقع برنامه‌ریزی شده باشه برای هر فرد و بله پرسونالایز شده باشه. دقیقاً. خیلی یه چیز دیگه آقای دکتر من به ذهنم رسید، جا دارین شما حتما اشاره کنید. من یه موقع تو شما جلسه داشتم با یکی از مریضاتون راجبه ترمیم مراکز مغز داشتین یه توضیحاتی میدادین راجبه اینکه هر اگزوزومی هم نمیشه استفاده کرد. اینا من دیدم اون اسلایدهای خیلی ساده و تیپیکی گذاشته، خیلی جالب بود. این تیکر یه بار توضیح میدین برای ما؟ خواهش می‌کنم. نه همین متوجه کنم قسمت رو میگم. با همین بحثی بود که صحبت کردیم، همین مطلبی که شما فهمیدید خانم که اشاره کردن. اگزوزوم خودش انواع مختلف داره. یعنی اینطوری نیستش که مثلا ما یک نوع خاص اگزوزوم داریم همونی هست که انجام میشه. چند سال قبل خیلی اگزوزوم‌های گیاهی بود که از استم سل‌های بنیادی گیاهی استفاده می‌کردن برای تهیه این اگزوزوم‌ها. بعد کم کم اگزوزوم‌های حیوانی آمد، ولی امروز دیگه تقریبا اینها کامل کنار رفته. یک سری لابراتوارها یا آزمایشگاه‌های تخصصی که اینها مجوز قانونی باید برای این کار داشته باشن در واقع تشکیل شدن که اینها این توان و این استانداردهای لازم دارن که بتونن که اگزوزوم رو تولید بکنن. و اگزوزوم یک محصول نیستش که مثلا بگیم که اینو توی داروخانه نگه می‌داریم مثلا تزریقی میتونیم استفاده کنیم یا توی یخچال یا توی خونه میتونیم داشته باشیم. اینطوری نیست. واقعا برای هر مریضی باعث بر مبنای اون مریض این آماده بشه و بعدم فرش، یعنی در همون زمان باید استفاده. نمیتونیم اگزوزوم نگه داریم. چیزی نیستش که مثلا بخوایم استوریج کنیم.
مواردی هست که حالا اینها رو به صورت لوفیلیزش میکنن یا اینکه اکسوزوم رو به اصطلاح منجمد میکنن تا حرارت زیر منفی 40 درجه سانتیگراد. منتها اونها هم طول عمر طولانی ندارن و هر چقدر هم که از زمانش بگذره از کیفیت کارایش کم میشه. بنابراین خیلی مهمه که اکسوزوم تازه باشه و دومین نکتهش که حالا شما فرمودین این که متناسب با اون هدف درمانی که می‌خوایم انجام بدیم انجام بشه. یعنی یک زمان ممکنه برای ترمیم پوستی، برای افزایش رشد مو می‌خوایم استفاده کنیم، اون نوع اکسوزوم باید به نوع خاصی ترکیب بشه، فراورده بشه و نوع اکسوزوم هایی که حالا به عنوان درمان در اختلالات مغزی مثلا پارکینسون، اختلالات حافظه، روش درمانی که استفاده میشه در آلزایمر هم در تحقیقات داره استفاده میشه یا در یک سری بیماری های التهابی آنسفالیت های مغزی به صورت تحقیقاتی داره استفاده میشه یا در بیماری های نیورودژنراتیو، در بیماری هایی که در واقع با آسیب سلول های عصبی همراه هستن. این نوع اکسوزوم ها در واقع اکسوزوم های تخصصی هستن. این اکسوزوم ها رو میان از اون سلول های بنیادی که تغییر شکل یافته شدن به پیش سلول عصبی تبدیل شدن استخراج میکنن. در نتیجه یک سری ما اکسوزوم تخصصی داریم که کارشون فعال کردن سلول عصبی، بنابراین خیلی تخصصی تر میشه. یعنی این رشته از علم در واقع این یه بحث بیولوژی خیلی مفصل، خیلی گسترده هستش و کسانی که تو آزمایشگاهایی که این کار انجام میدن کار فوق العاده تخصصی هستش که با دقت و حساسیت خاص انجام میشه. فقط تعداد خیلی کمی هستن از این آزمایشگاه‌ها که میتونن در جاهای مختلف این کار رو انجام بدن. به خاطر همین هم شاید این یکی از عواملی که باعث میشه که هزینه تولید اکسوزوم خیلی بالا باشه و نشه هزینه درمان رو بالا بره. ولی با پیشرفت تکنولوژی پیش بینی میشه که ظرف 5 سال آینده به یک جایگاهی برسه که دیگه این خیلی شناخته شده، رایج بشه و همین هم کمک میکنه که قیمت‌ها خیلی کمتر بشه و نشه دسترسی به درمان خیلی بهتر و راحت‌تر بشه به اصطلاح و کاربری اکسوزوم ها هم بهتر بشه. یه بحث دیگه همون که من فکر میکنم خوبه یه مقدار راجع به لانجویتی هستش به اصطلاح. شاید بین این حوزه ها جدید ترینشون همین لانجویتی بله. شما بفرمایید. بله لانجویتی در واقع هدف اینه که بیان در واقع طول عمر رو زیاد کنیم ولی نه به هر قیمتی. یه طول عمر در واقع همراه با سلامتی، در واقع یه عمر طولانی تر با کیفیت. و حالا باز شاید من تو فیلد خودم بخوام صحبت کنم این باشه که از نظر پوست و جوانسازی پوست مثلا ما چی بخوایم بگیم، این مربوط میشه به لایف استایل تا حدودی. مثلا اینکه در طولانی مدت از کودکی شروع کنن به ضد آفتاب استفاده کردن یا در واقع ترک در واقع سیگار یا در واقع اون هلسی دایتی که دارن. این یه بخش خیلی کوچیک از لانجویتیه. اگر که من بخوام حالا تو فیلد خودم بهش اشاره کنم، لانجویتی بسیار گسترده است. همونطور که خودتون هم اشاره کردید در واقع میاد برای هر فردی دوباره برنامه ریزی میکنه. خیلی مربوط میشه به تست های ژنتیکی که این روزها در واقع انجام میشه. یعنی میان یه آنالیز ژنوم آنالیز انجام میدن که ببینن این فرد حالا چه در واقع چه ویژگی هایی داره، چه اتفاقاتی ممکنه در آینده براش بیفته و بر اساس اون شاید بیان یه آموزش لایف استایل و حالا کارهایی که لازم انجام بده که بتونه یه طول عمر طولانی تر با کیفیت داشته باشه رو در واقع براش فراهم کنن. چیزی که من تو دوست دارم بگم و ببینم شما چقدر تایید میکنین اینه که ما توی تقسیم سلولی کروموزوم ها که هستن انتهاشون رو میگیم تلومر. بعد یه آنزیمی هست به نام تلومراز که سلول هرچی این حالا اینجوری میشه تشبیه کرد که یه کلاهکی روی این انتهای کروموزوم ها هست که هرچی تقسیم میشه این کلاهکی مثل همون مفصل که این قضوف ساییده میشه کوچیک و کوتاه‌تر میره که از بین میره و دیگه سلول از بین میره. پس اگه ما توی بیایم روش‌های جدید داشته باشیم که بتونیم این تلومر رو حفظش کنیم یا اون آنزیم تلومرازا کمش بکنیم، حالا با هر شیوهی که هست عمر سلول در نتیجه عمر باف و در نتیجه عمر عضو و عمر انسان رو میتونیم یه جوری بیشتر کنیم. مضاف بر اینکه به لایف استایل مودیفیکیشن اشاره کردیم تو تمام این حوزه ها حرف اول میزنه آقای دکتر، تو هم جوانسازی، تو رژنراتیو و توی پسر افزایش طول عمر
هیچی جای لایف استایل مودیفیکیشن نمیگیره واقعا. دقیقاً. حالا بحث لانجویتی امروزه بسیار عملی و توسعه پیدا کرده با استفاده از AI. در واقع جایی که شاید AI در طب خیلی نقش تاثیرگذاری داشته و توسعه خیلی گسترده‌ای پیدا کرده، همین مبحث لانجویتی است. خب تست‌های ژنتیکی جدید تخصصی، همین بحث تلومر که شما فرمودید در مورد کروموزوم، الان یک فرد رو میتونن تلومرش رو اندازه بگیرن، بعد به اون فرد بگن که سن واقعی شما از لحاظ سن جسم بیولوژیک چه اندازه است. یه فردی ممکن از لحاظ تقویمی مثلا 50 ساله باشه، ولی بگن بر اساس تلومر شما الان عمر بیولوژیک 55 سال، یعنی معلوم میشه که این فرد در واقع یک روش زندگی سالمی نداشته که در طول زمان تلومرش در واقع سریعتر از سن واقعیش اینجاست که لانجویتی رو کمکش می‌کنه. از اون طرف هم گاهی ممکنه که برعکس این باشه، یعنی روش‌هایی که درمان‌هایی که در لانجویتی اجرا میشه، همین بحث پریونشن که خانم دکتر فرمودن، همیشه ما در مدیسین در طب میگیم اصل اول قبل از هر چیزی پریونشنه. هر چقدر که این پریونشن به شکل بهتری و به شکل مناسبتری از سن پایینتری اجرا بشه، نتایج بهتری میتونه داشته باشه. و همین بحث پریونشن اگه به صورت کامل اجرا شده باشه، ممکنه کسی باشه که سن تقریباً 50 ساله ولی ببینن تلومرش 45 ساله است، یعنی شما 5 سال جوانتر از عمر خود، یعنی نشون میده که تونستی که زندگی سالمتری از لحاظ لایف استایلت، از لحاظ رژیم غذایی، از لحاظ محافظت خود در مقابل اون استرسورهایی که در طول حیات ممکنه زندگی انسان تحت تاثیر قرار بده باشی. و بحث حالا اینجا به این ترتیب شده که با تست‌های ژنتیکی دقیق اطلاعات ژنتیکی بسیار گسترده‌ای به دست میاد که اینها فراوونه. گاهی اوقات وقتی بخوایم که زمینه ژنتیک و تست‌های ژنتیکی و تعداد ژن‌ها و عملکرد اونها و یا عملکردهای متابولیک آنزیم‌های متابولیک رو در بدن بخوایم تفسیر و توضیحش رو ببینیم، برای هر یه نفری اون جواب اون آزمایش‌ها ممکنه 400-500 صفحه توضیحات مختلف پیچیده باشه که مربوط کردن اینا با هم دیگه، تفسیر کردن اینها و اینکه چجوری میتونیم از این نتیجه بگیریم کار بسیار دشواری خواهد بود، چون تعداد ژن‌های مختلف، هر کدوم از ژن‌ها تایپ‌های و الیل‌های متعدد و مختلفی که دارن، اثرگذاری‌های مختلفی که اینها ایجاد می‌کنن، در نتیجه یک حوزه بسیار پیچیده از اطلاعات میشه که قابل تفسیر نیست. اینجاست که AI اومده در واقع تکنولوژی نرم افزاری و AI کمک کرده که بشه اطلاعات رو تحلیل کرد و بشه که یک نتیجه گیری از اون کرد که به فرد کمک کنه. و الان اپ‌هایی در حال توسعه است و من میدونم یکی از مواردی که اخیراً هم لانچ شده اپی هست شما میتونید اطلاعات ژنتیکی، تشخیصی، معاینات و ارزیابی‌های مدیکال پزشکی که برای فرد شده وارد اون می‌کنیم. بعد وقتی همین اطلاعات رو بررسی میکنه به فرد یک سری اطلاعات رو میده که شما در مورد زندگی خودت باید در نظر بگیری. میگه مثلا اگه شما آزمایش ژنتیکی رو انجام دادی به صورت کامل برایشون، میگه بر اساس این آزمایش ژنتیکی شما سن شما، شرایط شما، تاریخچه شما، مثلا شما 70% شانس داری که تا سن 60 سالگی سرطان کلون بگیری. با توجه به که یه ریسک بالاییه، برای مثلا توصیه میشه که از الان هر سال شما روش‌های تشخیصی زودرس رو انجام بدی. یا به همین ترتیب تست‌های تشخیصی اومده که با سازش ژن‌های تست‌های تشخیصی میشه اون کروموزوم سلول سرطانی رو که در گردش خون هست شناسایی کرد. یعنی قبل از اینکه اصلا سرطان تبدیل به توده‌ای بشه که قابل تشخیص و یا قابل بازیافت و بدن و علامش بروز کنه، با تست خون و این آزمایش تخصصی میشه پیدا کرد که شما ممکنه که سلول‌هایی رو در بدن داشته باشه که این سلول‌ها خاصیت سرطانی پیدا کردن، از چه نوعی ممکنه باشه و بعد اون موقع بده جستجو کنید ببینید که این سرطان از کجا ممکنه ریشه گرفته باشه و بعد پیشگیری مناسب یا درمان مناسب رو برای اون انجام. این حوزه خیلی گسترده است و عملاً در 3 سال‌های آینده به نظر میاد که با حضور AI و در واقع در دسترس قرار گرفتن این تست‌های تخصصی ژنتیک میتونه که خیلی شرایط و سرنوشت درمان رو برای انسان‌ها عوض کنه، طول عمر انسان و نشه کیفیت. اون چیزی که در لانجویتی مهمه فقط افزایش لایف اسپن، طول عمر نیست. مطلب اینه که کیفیت اون زندگی رو هم بتونه که افزایش بده و این از طریق این تکنولوژی ها این مجموعه دانش ممکنه که عملی باشه. خیلی ممنون. تو چه خوب اشاره کردین، چون من چند تا دوست دارم
همه عالم هر شب که میشن میزنن تو این هوش مصنوعی آزمایشاشون رو میدن، بعد میگن ببینید ما از هوش فکر میکنن که همین که ما میگیم هوش مصنوعی همینه که 4 تا آزمایش رو بدن بعدم اون براش بگه قند بالاست نمیدونم چی هست. این دسته که واقعا خیلی خوب اشاره کردن، بسیار پیچیده و کار خیلی جالب و خب قطعا جدیدیه. مثل هر نوع اطلاعات دیگه‌ای که ما می‌خوایم حالا از سوشال مدیا یا از این در واقع امکاناتی که حالا از طریق اینترنت در دسترسمون هست استفاده کنیم، این بحث اطلاعات پزشکی و روش‌های درمانی هم بسیار مهمه. خود انواع حالا چت جی پی تی، گروک، نمیدونم انواع دیگه از هوش مصنوعی که وجود دارن، هر کدوم از اینا جنریشن 1 2 3 4 دارن. هر کدوم از این سری توانایی‌ها محدودیت‌هایی رو دارن، یه سری امکانات دارن، یه سری درش محدودن به اصطلاح. ولی حتی آخرین ورژن‌های اونها هم که الان آمده به صورت تخصصی برای پزشکی طراحی نشدن. این خیلی فرق میکنه. مثلا بله میتونن خیلی از اطلاعات رو بیارن، خیلی سریع میتونن ارزیابی کنن، میتونن خیلی از بالا ریکامندیشن توضیحات رو بدن یا خیلی از اسسمنت ها رو بگن. منتها ته قضیه اینه که در مورد مسائل مربوط به امور طبی و درمان برای یک فرد، اون ریسرچ ها و تحقیقات، اطلاعات علمی اینا مهمه، اما از اون طرف اون کلینیکال جاجمنت، قضاوت بالینی خیلی اینه که برای همینه که هنوز اون بحث اون کلینیکال جاجمنت، قضاوت بالینی تصمیم آخر رو در تمام تکست های پزشکی، در تمام خود همین ای آی ها همشون هر گونه توصیه و ریکامندیشن هم که دارن تاش آخرش هم می‌نویسن که شما باید اینا رو همه رو با متخصص یا با پروفشنال هلسکیر یا کسی که در این کار تجربه تخصص کار رو داره مشورت کنید برای اینکه این پیشگی‌ها لحاظ بشه. این بحث نرم افزار اون ای آی هم که مسئول کردن خدمت هست، یک ای آی تخصصی طراحی شده فقط برای این کار اطلاعات پزشکی. نهایتاً در اون هم شما آخر سر ناچار هستی که از اون کلینیکال جاجمنت استفاده کنی برای اینکه بتونی بهترین کار رو برای مراجعمون انجام بدیم. خیلی متشکر. بحث خیلی جالب و شیرینه و بعدم این تازه شروعیه که میتونیم راجع به هر کدوم از این موارد حالا بسیار تخصصی در هر رشته خاصی میتونیم موارد متناسبی رو داشته باشیم. خیلی ممنون. مرسی. ممنون از شما. ممنون که تا اینجای برنامه همراهمون بودین. امیدوارم که از صحبت‌ها استفاده کرده باشید و کانال یوتیوب ما رو سابسکرایب کنید و به دوستاتون معرفی کنید.